میخوایم بیایم حاصل این عبارت رو به دست بیاریم. ببینید اولی یه واحد کامله، بعدی عدد مخلوطه. خب اول از همه من میام به این یه مخرج 1 میدم، بعد اینم تبدیل به کسر میکنم، پس میشه 3 یکم به علاوه این تبدیل به کسر بشه 2 5 تا 10 تا به علاوه 1 میشه 11 پنجم. خب حالا برای جمع کردن نیاز به این دارم که مخرجای من شبیه هم بشه، پس 1 رو ضرب در 5 میکنم، 3 رو هم ضرب در 5، 3 5 تا 15 تا، 1 5 تا 5 تا به علاوه 11 پنجم. حالا مخرجا شبیه هم شدن، پنجم می نویسم، باید بیام صورت ها رو با هم جمع کنم. 15 به علاوه 11 میشه 26. ببینید چون صورت از مخرج بزرگتره پس باید بیاد تبدیل به عدد مخلوط بشه. 26 رو تقسیم بر 5 میکنم، میشه 5 5 تا 25 تا، از هم کم میکنم میشه 1. پس عدد مخلوط من میشه 5 و 1 پنجم. 5 و 1 پنجم. برای بعدی هم همینطور. ببینید عدد مخلوط دارم و واحد کامل، به این مخرج 1 میدم، اینم باید تبدیل به کسر بشه. 6 4 تا 24 تا با 3 جمع بشه میشه 27 ششم. منهای 2 یکم. خب حالا باید مخرج شبیه هم بشه، 1 باید تبدیل به 6 بشه، ضرب در 6 میکنم، اینم ضرب در 6. پس اولین کسر رو می نویسم، منهای 2 6 تا میشه 12 تا، مخرجش هم که 6. حالا مخرج شبیه هم، صورت ها از هم کم میشن، 27 و منهای 12 کنم میشه 15. دوباره با صورت از مخرج بزرگتر شد، پس باید تبدیل به عدد مخلوطش کنم، باید تقسیم کنم. خب میشه 2 6 تا 12 تا، باقی مانده میاره 3. پس میشه عدد من 2 و 3 ششم. پس عدد مخلوط میشه 2 و 3 ششم. اگه صورت از مخرج کوچیک‌تر بود دیگه نیازی نیست که ما بیایم تبدیل به عدد مخلوط کنیم. هر وقت صورت از مخرج بزرگتر بود مثل اینا باید بیاید تقسیم کنید و تبدیل به عدد مخلوطش کنید.